هفته خبر تو خبر داره براتون از بحران جانشینی در نظام ولایت که تمام جک و جونورا رو به جون هم انداخته و کار به جای رسیده که این لات کوچه های خالی یعنی پاسدار عباسی برای لاریجانی هم خط و نشون میکشه. لکه ننگ بر دامن جمهوری اسلامی. این که امروز دستگاه قضایی آقای رئیسی داره با اینا برخورد میکنه، این کف خواسته های نظام صفر وضعیته. نظام باید خجالت زده باشه از اینکه زیر گوش رئیس قوه قضاییه یک زالویی بوده پرونده‌های فساد هندل میکرده که عکسی که دیروز منتشر شده با فرغون و لیفتراک دارن پرونده این فردو میبرن. اصلاح اجتماعی یعنی این، یعنی وقتی شهید مطهری میگه ما عالم زیاد داشتیم مصلح اجتماعی نداشتیم، مصداقش میشه آقای آملی لاریجانی. آقای آملی لاریجانی فقیه بوده و هست، عالم و دانشمند بوده و هست، اما مصلح اجتماعی نبوده. البته این پارسای خوابیده نه دردی از عظما دوا میکنه نه دردی از نوچه هاش. دو روز بعد خود سیدعلی مافور مجبور شد به صحنه بیاد و برای لاپوشانی بازی چند وجهی به سگای هارش دهنه بزنه و اینجوری روی فضاحت جنگ گرگا ماله بکشه. همین حرکتی که الان در بحمدالله به این خوبی در قوه قضاییه خودش رو داره نشان میده، حرکت مبارزه با فساد، خب زمان جناب آقای آملی این حرکت شروع شد. یعنی ایشون شروع کننده این حرکت بودن، هم در داخل قوه قضاییه و هم در بیرون قوه قضاییه. اینها نبایستی از نظر دور باشه. عظما میخواست بدون اینکه عباش خیس بشه از روی رودخونه رد بشه و ژست مبارزه با فساد بگیره، اما چنین بلایی سرش اومد. جوش حالا تو این وضعیت درب و داغون که سگ تو نظام صاحبش رو نمیشناسه، این دراکولای عمامه‌دار اومده و دم از قوه قضاییه هوشمند میزنه. قوه قضاییه هوشمند رو رقم بزنه که این قوه قضاییه هوشمند در راستای تحول نسبت به قوه قضاییه بسیار نقش آفرینه. باقر باتوم هم برای اینکه عقب نیفته از اقتصاد دیجیتالی دم میزنه. در حقیقت وقتی حرف از اقتصاد دیجیتالی داریم میزنیم، یعنی اینکه یه فرصت بزرگی در اختیار ما هست که جبران عقب ماندگی های گذشته رو انجام بدیم و بسیار راه کوتاهی رو طی بکنیم و به بزرگترین دستاوردها برسیم. اگه طراحان قوه قضاییه هوشمند و اقتصاد دیجیتالی نظام رو دور هم جمع کنید، IQشون 1% این بزغاله باهوش هم نیست. اما از این ژستای مسخره آخوندام که بگذریم، میرسیم به اصل مطلب که چیزی جز ترس از فروپاشی اقتصادی و خشم مردم نیست. ببینید این خرچنگ ولایت چطوری از گرونی ها حرف میزنه. گرانی ها از روزانه گذشته گاهی ساعتی مثل ماشینی که فرمونش ترمز بریده یه حالت این چنینی است، احساس میکنه آدم که افسار گسیخته شده. سرعت قیمت ها و واکنش کارگزاران رژیم یه چیزی تو این مایه هاست.
حالا بشنوید از شیخ فری شیاد که با وقاحت تمام میگه کوچک شدن سفره مردم مشکلی نیست. ممکنه مردم در زندگی خودشون شب سفره کوچکتری داشته باشن، با سختی زندگی کنن، این درسته، این مهم نیست به نظر من، این اول نیست. مسئله اول اینه که دشمن ما بفهمه مردم ما ولو اینکه سفرهشون کوچک شده دست از آرمانشون و نظامشون بر نمیدارن. این هم پاسخ مردم به رئیس جمهور آخوندا. ذرتی که الان کاشته شده وقتی که آب به موقع بهش نرسه دون نگیره بعد باید چی کارش کرد کنیم؟ تو فضای مجازی هم اینطوری به ریش شیخ فری و وعده های مضحکش میخندن. حسن آقا سلام. حسن آقا یه روز اومدم تهران ببین چه اتفاقاتی افتاد. دلار شد 20,000 تومان، مر شد 17,000 تومان، سکه بهار آزادی شد 8 میلیون تومان. البته هیچ مهم نیست، سکه بشه 80 میلیون تومان. مگه ما تو خونمون سکه داریم؟ مهم نیست. مر شد 17,000 تومان، مر نباشه اکسیژن که میخوریم اشکال نداره. دلار بشه 50,000 تومان، چه ربطی به ما داره؟ این بی‌عرضگی کشور آمریکا رو نشون میده که هر روز داره پولش گرونتر میشه. مثل ما نیست که پولمون روز به روز داره ارزونتر هم میشه. ما 1000 تومان رو میرسونیم به 0 تومان. این خیلی خوبه. حسن آقا من دیشب 200,000 تومان گذاشتم جیبم اومدم تهران عیادت رفیقم، حالا میخوام برگردم. همه چیز از دیشب تا حالا شده 2 برابر. من شماره کارتمو بهت بدم یارانه یه سال منو برای من واریز میکنی؟ میترسم با این وضعیت پیاده برگردم آستارا. تا برسم به آستارا دیگه فکر کنم کار از کار گذشته. عیب نیست. یادتونه شیخ فری میگفت کاری میکنم که هم چرخ زندگی مردم به چرخه و هم چرخ سانتریفیوژ ها؟ منظورش چنین چرخشی بود. این وضعیت آخوندا رو حسابی به وحشت انداخته و هر کدومشون از هر فرصتی استفاده میکنن تا یه جوری شیخ فری رو خط خطی کنن و از این روزه ها بخونن. متاسفانه بعضی از مسئولین غربگرا دنبال فشار مضاعف به مقام معظم رهبری برای پذیرفتن مذاکره هستند. ارز یه روزی از 1226 تومان به 3000 تومان رسید. گفتن دلیلش عدم مشورته، بی تدبیریه. ولی امروز ارز به 20,000 تومان رسیده و کسی هم هیچ واکنشی نشون نمیده. این هم یک تصویر شماتیک از ترس آخوندان نسبت به وضعیت اقتصادی و شتاب تحولات. مشنگ اول این هفته این عضو به اصطلاح کمیسیون اقتصادی استبل ولایته که حتی قیمت گوشت و مرغ رو هم نمیدونه، بعد آوردنش توی تیویدیش تا روزه اقتصادی بخونه. سکه تابعی از دلاره، در واقع خیلی مشخصه. ما یه قیمت جهانی طلا داریم، یه قیمت به اصطلاح ریالی دلار داریم، این دوتا در هم ضرب میشه. گوشت و مرغ شما خودتون میرین بگیرین یا نه براتون میگیرن میارن؟ بله، من ترامپ برای من گوشت و مرغ میاره. چقدر استخدامش کرده؟ الان کیلو چنده؟ الان آخرین عدد 8,000 تومان اینها بود فکر میکنم. و گوشتم فکر میکنم 100 و خورده هزار تومنه. خوردهش خیلی مهمه. نه خانومم میگیره من. آها حکایت این ماهیگیره است که میخواد ماهی بگیره اما چنین بلایی سرش اومد. این جوجه بسیجی هم اسمش دهنویه و یکی از اون ژن‌های سفارش شده است که چند سال پیش میخواست بره آمریکا اما بهش ویزا ندادن.
بعد حالا که رفته تو مجلس به ناگهان ضد غرب شده و داره علیه فضای مجازی و غرب گلو پاره میکنه. دولت آقای روحانی ما رو در صنعت فضایی که جز 5 کشور برتر جهان بودیم ما رو برده به پایین تر از 15 کشور جهان و همش به دست آقای جهرومی بوده. آقای جهرومی من یه نکته عرض کنم، خیال جناب عالی راحت کنم. دورانی که ادامه برجام به دست جناب عالی و پروژه غرب به دست جناب عالی در وزارت ICT و در سازمان فضایی دنبال میشد به پایان رسیده. مجلس 11 اجازه نخواهد داد که روند پیشرفت فضایی کشور رو متوقف کنید. عظما میخواد با این بسیجی‌ها استارت ماشین دولت جوان حزب اللهی را بزنه، اما یه چنین سرنوشتی در انتظار ماشینشه. در شرایطی که نفرت مردم از آخوندا روز به روز بیشتر میشه، یه عده‌شون به دست و پا افتادن تا از این آژیرا بکشن و ترسشون از تنفر عمومی رو اینطوری برملا کنن. مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید، یه دفعه رابطتون با علما، با مراجع، مردشون، زندهشون قطع نشه. مواظب باشید یه وقت پشت سر اینها حرف نزنید، سوء ظن به اینها پیدا نکنید. این کسانی که با رابطه با علما ندارند، بدبین به علما هستند، دشمنی با علما میکنن، اینها عاقبت به خیر نخواهند شد. حالا اگر رابطه مردم با آخوندا قطع بشه چی میشه؟ هیچی. یه قلمی که مردم از شنیدن این مزخرفات راحت میشن. ببینید به اسم دین چه خرافاتی رو به خورد پامنبریاشون میدن. آقای بهاءالدین میگن داشتش میومد میرفت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، دم یه عروسی رسیده بود، یه دفعه وایساده، چون میگن آقای بهاءالدین قدرت تکلم با حیوانات داشته. اون موقعی که داشت میومد رفته بود به صاحب جلسه برگشت و گفت آقا این گوسفندی که جلو در بستی برای جلو عرض اومد بزنی زمین میشه بفروشیش به من؟ آقای بهاءالدین بود رو احترام دعا بود و آقای بهاءالدین آورد اینو گوشه حیاط خونش نگه داشت، کاوش میداد، سبزی میداد، غذا میداد، یه مدتی نگهش داشت گوشه حیاط. میگه روز تاستا بود، آقای بهاءالدین گفت ذبحش کن. آقا جریان چی بود؟ گفت اون روزی که داشتم رد میشدم این گوسفنده برگشت به من گفت قاصد آقا رضا اینا میخوان منو تو عروسی سر ببرن، من دوستم برای عباس سرم بریده بشه، میشه منو بخری نگه داری روز تاستا مثلا برای عباس بریده بشه؟ آخوندا تا دلتون بخواد از این روزهای گوسفندی دارن. این یکی مشنگم دست کرده تو خورجین دین فروشیش و این حرفا رو بیرون آورده. اسماعیل پسر ابراهیم گله گوسفند مفصلی داشت، چوپونا میکردن و میرفتن، اومدن تو صحرای کربلا 3 روز موندن، علف تا قد آدم که گله گوسفند توش گم میشد، آبم که دیگه ماشاءالله دیگه چه خبره. 3 روز گوسفند واسطه همینطور اشک میریزه حیوان، علف تا قد آدم، علف نمیخوره، آب نمیخوره. چون اونا من گفتن اسماعیل یه معما شده مال ما، یه معما شده مال ما، گوسفند گرسنه 3 روزه توی علف توی آب، نه آب میخوره نه علف. اومد گفت کدومتون من با من حرف بزنی؟ خوش اومد جلو گفت یا نبی الله من 3 روزه نمیخوره. چرا نمیخوری؟ گفت اسماعیل تا ما توی صحراییم نه آب میخوریم نه علف. گفت چرا مگه اینجا کجاست؟ گفت اسماعیل اینجا کربلاست.
و اما مشنگستان این هفته رو با آکت ضد کرونایی این حجت الاسلام کووید 19 به پایان میبریم که با همین کارش تمام شاخک‌های کرونا رو ریخته. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی ویژه این نقاش جلب می‌کنیم که هم عجیبه و هم دیدنی.